حدود 1 سال پیش به یک نشریه امریکایی گفته بودید که ایران نمیبایست در سال 1968 پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را امضا می‌کرد. بله. چرا؟ من اگه بودم، من اون وقت که ایران امضا کرد من سر کار نبودم، اگه بودم نمی‌داشت. برای اینکه این قرارداد 2 تا اشکال اساسی داره. یکی این که منصفانه نیست، یکی این که خارجی اصلا رعایتش نمی‌کنن. آخه ببینید قراردادی است بین ضعیف‌ها و قوی‌ها. قوی‌ها اصلا فکر میکنن که این قرارداد برای ضعیف‌ها تحمیل به ضعیف‌ها درست کردن و خودشون اجرا نمیکنه. حالا بنده اگه فرصت داشت بودم میگم چرا اجرا نمیکنه. آمدن یخ ایران چسبیدن که تو فلان کاری که کردی، دیر گفتی، زود گفتی، این با NPT و قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای منافات داره. ولی خودشون نمیگن که اونجا تعهد کردن 40 سال پیش که برن برای خلع سلاح هسته‌ای در دنیا. اصلا 40 سال هیچ کار نکردن. خودشون نمیگن که اونجا ضمن این که این کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارن تعهد کردن که سلاح هسته‌ای نسازن، اینا تعهد کردن که تمام تکنولوژی رو در اختیار کشورهایی که ندارن بذارن و رفتن در لندن در یک کلوب مخفی نشستن اینایی که تکنولوژی هستی دارن با خودشون یه لیستی درست کردن که این تکنولوژی رو به هیچ کشوری ندن. پس خودشون زیر این قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای زدن و بعد حالا تحمیلش موندن به ایران و کشورهایی که اصلا قدرت ندارن. به همین علت این قرارداد که عرض کردم هم منصفانه نبود اولش و همین که مسلم قرارداد ضعیف با قوی هیچ وقت دوام نداره. در واقع معتقدی که ایران همین الانش هم باید خارج بشه از این معاهده؟ من اگه بودم خارج میشدم. خیلی خوب. من سریع براتون بگم. شما در واقع نه تنها از اونجا خارج میشدم، از اژانس هم خارج میشدم. اژانس بین‌المللی اصلا برای ما چه نتیجه داره؟ ما رفتیم عضو سازمان شدیم که بهش میگن واچ داگ ایجنسی، یعنی ما دزدیم اون سگم باید در مورد ایران که فقط نیست، در مورد همه کشورها. برای چی عضوش باشیم مثلا؟ چی ازش میگیریم؟ ولی شما آقای اعتماد شما به ته دلتون در واقع بمب اتم میخواین. من نه. شما در من معتقدم من این قرارداد من گسترش سلاح هسته‌ای به بمب اتم ارتباط نداره. شما باز با یک نشریه آمریکایی دیگه‌ای در ماه اوت سال گذشته گفتین که امریکا افکار عمومی دنیا رو طوری شکل داده که گویا ایران دارای سلاح هسته‌ای خطرناکه، در حالی که خطرناک نیست و این فقط برای حفظ به اصطلاح امنیت خودش. دلیل نمیشه که من بمب اتم میخوام بگم که اولا الان 9 تا کشور دنیا سلاح هسته‌ای دارن. حالا بزنیم کنار ایران. توی این کشور ایران اصلا ایرانی خشن نیست. 200 سال من میگم ایران به هیچ جای حمله نکرده. نظام عوض شده، شاه اومده، قاجاری عوض شده، نه فلان شده. حالا در عرض این 200 سال بارها مورد حمله قرار گرفتیم، پدرمون در اومده، ولی ایرانی هیچ وقت به هیچ کشور دیگه حمله نکرد. حالا چطوری یه دفعه غرب اومده میگه که اگر ایران یه سلاح هستی پیدا بکنه امنیت امریکا هم به خطر میفته؟ امنیت بابا دروغگویی چیه؟ رفتن به لهستان و چکسلواکی گفتن که ما میخوایم دفاع ضد هوایی بذاریم برای اینکه اگه ایران بمب اتم بسازه شما. بابا ما با لهستان چکسلواکی چیکار؟ فرض کنید بمب میخوایم جای دیگه ممکنه بزنیم. والا دروغ میگن، اینا دو افسانه میسازن برای اجرای سیاستاشون. به همین علت من با بمب اتمی موافق نیستم، ولی معتقدم اگرم ایران ساخت هیچ دورات طور نمیشه. اسرائیل ساخت طوری شد، پاکستان ساخت، خیلی مملکت خوبیه، خیلی دموکراتیکه، خیلی ثابته. اسرائیل خیلی ثابته. اسرائیل 60 سال با تمام همسایه‌اش داره میجنگه. خب شاید اینا بحثشون به همون دلیل میخوان نداره کشورهای دیگه بپیوندن به این حلقه. پس منصفانه نیست. همینه میخوام بگم. بی خود میگن. پس یک مسابقه عجیب و غریبی در دنیا راه اگر اینطوری باشه که اگه اعمال زیر پس چرا عدم گسترش سلاح هسته‌ای میگن؟ ایران هم که میخواد بکنه. ببینا چه بود. بسیار خوب. آقای اعتماد شما در حال حاضر ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران دارید؟ من همکاری میکنید با من هیچ همکاری ندارم، ولی تقریبا شما 2 بار سفر کردید به ایران در سال 85 و 86 و بعضی از مقامات انرژی اتمی ایران هم صحبت کردید. بله. در چه زمینه صحبت کردید؟ من وقتی رفتم ایران مقامات انرژی اتمی فهمیدن که من اومدم ایران، خواستن منو ببینن. اولش اظهار خوشحالی از من، نظر من نسبت به مذاکراتی که با غرب میکنن کردن، خواستن و من گفتم بهشون مسئله ایران الان یه اشکال داره. من حالا گفتم دفاع کردم ولی یه اشکال داره. میگم اشکال ایران اینه که درسته که میگه اتم میخوام یا اونی میخوام، ولی هیچ برنامه انرژی مستدلی
برای 20 سال 30 سال 40 سال آینده در دست نیست. یعنی بنده که الان دارم دفاع میکنم نمیدونم برنامه انرژی ایران بعد 10 سال دیگه چیه، 20 سال دیگه چیه. بهشون گفتم آقا اینجوری نمیشه، شما اگه اتم یا هر چی رو اگه میخواین توجیه داشته باشه باید یه برنامه انرژی مدونی داشته باشید. این برنامه باید حساب شده باشه و بعدم بگین دنیا همه بخوابن، پخشش کنین، چاپش کنین، دنیا همه بخونن، افکار عمومی دنیا بدونن که ایران به این علت میره پی انرژی هسته یا پی گاز یا پی هر چی میره.